بینندگان محترم سامانه رادیو آزادی سلام. همصحبت ما وزیر کارهای خارجی افغانستان زرار احمد عثمانی هستند که دو روز به این سو در دوشنبه قرار دارند و با مقامات بلندپایه تاجیکستان ملاقات ها داشتند. جناب وزیر، تشکر به شما که برای رادیو آزادی وقت جدا کردید و نخستین سوال من همین است که محتوای صحبت های شما با مقامات تاجیکستان چی بود؟ ما بنا به دعوت وزیر صاحب خارجه جمهوری تاجیکستان به شهر دوشنبه آمدیم. در این سفر با جناب محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کردیم و در ملاقاتی که با جناب محترم رئیس جمهوری تاجیکستان داشتیم، رئیس جمهور حمایت بسیار جدی خود برای حمایت از تحکیم بیشتر روابط در بخش‌های مختلف داشتن و سفرمون بر مبنای همین است که ما بتوانیم یک روابط بسیار خوب و سنره برای انکشافش کار کنیم. ما علاقمند هستیم که بتوانیم در بخش ترانسپورت و ترانزیت یک شرایط بسیار خوب و سهل بین افغانستان و تاجیکستان و در آینده با پاکستان و بتوانیم میره توسعه بدیم به قرقیزستان و تا سرحد چین و امیدوار هستیم که یک راه زمینی خوبی را بین افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین در آینده داشته باشیم و این سیستم بتوانه کارآمد باشه. جناب وزیر، وقت درباره ترانزیت صحبت کردید، در گذشته یک اخباراتی بود، اخبار وجود داشت در این مورد که یک سازشنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان باید به امضا رسد، لیکن در همین امر افغانستان اندک مشکل ایجاد کرده است. آیا چنین بود؟ در شرایط فعلی بزرگترین مسئله است که ما رودپاس یا اجازه دخول به افغانستان میتیم که از خاک افغانستان استفاده شود، اما برای وسایط افغانستان و ترانسپورت افغانستان هنوز شرایط مساعد نیست که به داخل تاجیکستان بیاین و همچنان به داخل پاکستان و از پاکستان بگذره ما به بندر واقع به هندوستان و گوادر که امیدوار هستیم در آینده ما اگرچه ما توافقنامه دو جانبه با پاکستان داریم اما هنوز این توافقنامه جنبه عملی خود پیدا نکرده. امیدوار هستیم با توافقنامه سه جانبه که بین پاکستان، افغانستان و تاجیکستان که در آینده امیدوار هستیم که چه زودتر امضا شود بتانیم یک شرایط همسانه برای هر سه کشور به وجود بیاریم. جناب وزیر، طرح‌های زیاد اقتصادی هستند میان تاجیکستان و افغانستان که برای رشد اقتصادی هر دو کشور خیلی حیاتی بررسی میشوند، ارزیابی میشوند. یکی از اینا طرح راه آهن است. طرح راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان. او قدر ما خبر داریم در افغانستان این بحث بود که مسیر آن از کجا گذرد. مثلا این خبر بود که مردم قندوز میخواهند که این مسیر از قندوز گذرد، دیگر مسیرها به نفع آنها نیست، یعنی با دیگر نفع اقتصادش هم بیشتر میشه. حاضر چی فیصله شده؟ همین در کدام افغانستان از عرصه طرح حمایت میکنه. ما طرحی که افغانستان به ترکمنستان و تاجیکستان یا تاجیکستان افغانستان ترکمنستان از کوتاه‌ترین فاصله هم که میگذره ما اون رو حمایت میکنیم که طرح پیشنهادی کشور دوست و برادر ما تاجیکستان است. کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این طرح را حمایت کرده و ما امیدوار هستیم که
ایتر از جانب ترکمنستان هم حمایت شود و بتانیم ما این را اجرایی بسازیم. فعلا طرح مسیر تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان کدام معضله جدی نداره و در آینده نزدیکی میتونه که شکل اجرایی را به خود بگیره. جناب وزیر، در تاجیکستان یک نگرانی های وجود دارد که گویا کدام یک گروه های تروریستی از مرزهای افغانستان میخواهند به تاجیکستان گذارند و وضع را در اینجا ناامن کنند. شما که خوب سابقه هم در کار در نهادهای امنیتی هم داشتید، خب چی تعریف دارید از این وضع؟ افغانستان خودش قربانی تروریسم است. اگر شما ببینین انتخابات در افغانستان صورت میگیره، در حدود نزدیک به 7 میلیون میرن به صندوق‌های رای میدن. این نشان میده که مردم افغانستان علاقمندی به افکار طالبانی ندارن، علاقمندی به افکار تروریستان ندارن، علاقمندی به افکار یک تعداد بنیادگرایایی که میخواهند از دید بسیار تنگ خود اداره را به وجود بیارن ندارن. اینا نه یک نی کلان گفتن برای او افکار. بنان مشکلاتی که امروز در منطقه است این مربوط به افغانستان تنها نمیشه. افغانستان نه محل تربیتگاهشان است، نه محل تجهیزشان است، اما از این خلاها در مجموع استفاده میکنند. برخی در افغانستان مثلا جنرال دوستم این اعلام داشت که اگر یک کاندید دیگر دکتر عبدالله اگر سر انتخاب شود اونا قبول ندارند و بی ثباتی می شود در افغانستان. می شود همین چیز رو انتظار شد؟ افغانستان قانون واضح و روشن داره. کمیسیون انتخابات افغانستان با صلاحیت تصمیم میگیره و این تصمیم کمیسیون انتخابات است که تصمیم میگیره که کی برنده است، که بدون شک تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان بر مبنای رای است که به صندوق‌ها مردم افغانستان رای ریختند. اشخاص نمیتوانند تهدید بکنند، اشخاص نمیتوانند قوانین افغانستان را زیر پا بکنند. تصمیم افغانستان از طریق تصمیم مردم افغانستان از طریق کمیسیون انتخابات اعلان خواهد شد، نه از طریق اشخاص. تشکر جناب وزیر برای این صحبت خیلی پرمحتوای پرمعنی. و بینندگان محترمی سامانه رادیو آزادی، یادآور میشوم که همصحبت ما وزیر کارهای خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی بودند. تشکر. آباد باشید.